بانوان محترم که اصلا ما اومدیم واقعا داخل استادیوم سورپرایز شدیم. شاید اون غافلگیری یه رو 20 دقیقه اول بازیمون هم به خاطر جو استادیوم بود، چون واقعا ما اصلا آمادگی این استقبال رو نداشتیم. به شما بگم جو استادیوم امروز اصلا یه چیزی بود من تا حالا ندیده بودم. واقعا من صدام به بازیکن 3 متریم تو زمین نمیرسیم. من 5 بار رفتم تو زمین، اصلا نمیدونید چه صدایی بود. یعنی واقعا اصلا شاید همین صدای بچهای ما رو یه مقداری به خودشون آورد و کمک کرد تونستن که برگردن بعد از 2-0. اصلا صدا ببینید من کاری ندارم، حالا اگر استادیوم دیگه ای بود وقتی تیم 2-0 عقب میافتاد یه سری اتفاقات دیگه رو سرکوب میافتاد که شاید تیم به لحاظ روحی افت میکرد، ولی همین تشویقای ادامه دار و همین صداهایی که میومد باعث شد که تیم ما برگرده. من فکر کنم کل استادیوم دیگه پر شده بود دیگه. همونجوری که امروز تشویق کردن با فرهنگ بالا، این خودش نقطه مثبتی بود از تیم هوادارا و اونم به خصوص بانوان. واقعا خوب تشویق کردن، من خودم باور نمی‌کردم.